سفارت آمریکا در تاجیکستان روز 16 مارس با نشر یک بیانیه ویژه از حکومت تاجیکستان خواست که به آزادی اطلاعات احترام بگذارد و دسترسی کامل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت را برقرار کند. ساکنان بدخشان از پایان ماه نوامبر به این طرف به اینترنت دسترسی ندارند. سفارت آمریکا در بیانیه‌اش که در صفحه سفارت در فیسبوک نشر شد نوشت: 16 مارس در ایالات متحده آمریکا به عنوان روز آزادی اطلاعات جشن گرفته می شود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد قبول شده است، هر یک انسان حقوق آزادی عقیده و بیان دارد. این حقوق شامل آزادی داشتن عقیده بدون دخالت، جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقیده از طریق رسانه‌ها صرف نظر از مرزها است. سفارت ایالات متحده همچنین از محدود کردن اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران است، زیرا این عمل امکان دسترسی ساکنان ولایت را به اطلاعات، پیشبرد تجارت و آزادی بیان تحت تاثیر قرار داده است. ما از حکومت تاجیکستان دعوت میکنیم که به این آزادی بنیادی احترام بگذارد و دسترسی کامل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت را برقرار کند. مقامات تاجیکستان به این اظهارات سفارت آمریکا هنوز واکنش نکردند. هفته گذشته شورای حقوق انسان سازمان ملل نیز از مقامات تاجیکستان برای تجربه دوامدار سرکوب دگراندیشان سیاسی در کشور و همچنان برای ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان انتقاد کرد. میشل بچلت، کمیسر عالی سازمان ملل در مسئله حقوق انسان، روز 7 مارس در اجلاسی 49 شورای حقوق انسان در مورد وضع بدخشان گفت: خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در ولایت مختار کوهستان بدخشان وضع حقوق انسان را در منطقه باز هم بدتر کرده، یک فضای ترسو و تعقیب را به وجود آورده است. من از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در این ولایت اظهار تأسف میکنم. این به طور آشکارا پایمال کردن حقوق انسان است. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه نوامبر سال 2021 در بازداشت به طور مرموز کشته شدن ساکن نویای روشقلعه گلبدین زیوبکوف باعث شد. ساکنان ولایت با طلب به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ زیوبکوف 4 روز اعتراض کرده، تنها بعد گرفتن وعده مقامات به تحقیق این قضیه و برقرار کردن دسترسی به اینترنت پراکنده شدند. طبق وعده مقامات میبایست دسترسی به اینترنت را در ظرف 2 روز یعنی تا 30 نوامبر پورا برقرار میکردند، اما با گذشت اینک 3.5 ماه تا حال یگان نفر برای دست داشتن در مرگ گلبدین زیوبکوف دستگیر نشده است و دسترسی به اینترنت هم در بدخشان تا هنوز برقرار کرده نشده است.